سلام علیکم دوستان عزیز، به کانال بستان اولیا خوش آمدید. باز هم من نورالله محمدی برای شما یک ویدیوی جدید آوردم. اگر از اینجوری ویدیوها خوشتون میآید کانال ما را لایک، سابسکرایب و شیر کنید. دوستان عزیز، امروز آمدیم به ارامگاه شاه حسینی بابا. ارامگاه شاه حسینی بابا که در کندهار واقع است و به نام سید حسین زنجیرپا و یا میر سید حسین یاد می شود. پدر شاه حسینی بابا عین الدین و مادرش فاطمه نام داشت که خواهر بابا ولی صاحب بود. شاه حسینی بابا از سادات سبزوار است و سلسله نسبش به امام موسی کاظم علیه السلام می رسد. شاه حسینی بابا در قرن هفتم هجری قمری زندگی می کرد و مرید بابا ولی صاحب بود. و وقتی بابا ولی صاحب سفر به هند کرد، همراه بابا ولی شاه حسینی بابا هم بود و چون هر دویشان میخواست برگردند به افغانستان، از طریق غاری که به نام چرخ فلک بود و طلسمات داشت عبور میکردند. بابا ولی صاحب با شاه حسینی گفت که با هیچ چیزی در اینجا دست نزند. شاه حسینی بابا یک خشت طلا را برداشت و وقتی بابا ولی صاحب به سرش نگاه کرد، دید سر شاه حسینی بابا از تنش جدا شده بود. بابا ولی صاحب جسد شاه حسینی را برداشت و در 20 کیلومتری شمال شرق کندهار در ارغنداب دفن کرد که امروز زیارت خاص و عام می باشد. دوستان عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی بعدی شما را به خدای پاک میسپارم. خدا نگهدارتان. اگر از این جوری ویدیوها خوشتون آمده باشد کانال ما را لایک، سابسکرایب و شیر کنید. خدا نگهدارتان.